زبان انگلیسی این روزا دغدغه خیلی از پدر مادرهاست و کودک رو از طریق کارتون یا تلویزیون تلاش میکنن که زبان انگلیسی یاد بگیره. با بررسی‌هایی که ما با متخصصین روانشناسی کودکان و معلمین زبان انگلیسی این موضوع رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تلویزیون زیر 1 سال که اصلاً خوبه، زیر 2 سال هم ساعتاش باید محدود باشه، حتی بعد از اون، و دیدن کارتون به زبان انگلیسی برای بچه‌ای که هنوز زبان فارسیش تکمیل نشده در واقع زبان اون رو به تأخیر میندازه و دچار یه سری مشکلاتی میکنه که هم IQ و هم EQ رو کاهش میده و فعالیت‌های ارتباطی کودک رو در واقع مختل میکنه و مشکلاتی براش به وجود میاره از لحاظ ارتباط با محیط اطراف و اطرافیان و همکلاسان و همرده‌ها. بنابراین اون چیزی که در مجموع ما میتونیم پیشنهاد بکنیم اینه که بذارید اول کلام بچه به طور کامل تکمیل بشه، یعنی جمله بندی رو قشنگ یاد بگیره، زبان فارسی رو در حد جمله بندی مسلط بشه، بعد زبان انگلیسی رو شروع کنیم که حدوداً برای عمده بچه‌ها از 3 سالگی به بعد میشه که بعد در اون صورت میتونن زبان انگلیسی رو به خوبی فرا بگیرن. زودتر از اون واقعا براشون مشکلات ایجاد میکنه که دردسر ساز هست.